سلام، این اولین ویدیو چنل منه. خب این ویدیو قرار نیست هیچ ادیتی داشته باشه. خب صرفا تو این ویدیو قرار در مورد چنل قبلیم صحبت کنم. خیلی خوب، الان از خودتون همتون میپرسین که مگه تو نمیگی این اولین ویدیو چنلته، پس چطور یه چنل دیگه داشتی؟ خب دقیقا منظورم همینه. من توی اون چنل اولین ویدیومو گذاشتم که اون شد. این چنل جداست، یعنی خودم جواب خودم میدونم. خب من چرا اون چنل رو پاک کردم؟ مثلا چرا گذاشتمش اون چنل رو کنار؟ خب من که داشتم شورت می‌کشیدم، گزینه خیلی خوبی هم می‌دیدم. همه اگه یک شما برای شما شاید کم باشه، من خیلی زیاد. خب دقیقا مشکل همین بود. من توی اون چنل شورت می‌کشیدم و استراب داشتم، چون یکی میگفت واچ تایم حساب نمیشه یا میگفت ویو حساب نمیشه، اصلا از همین چرت و پرتا. پس من تصمیم گرفتم چنل پاک کنم و دیگه تو این چنل قرار نیست اصلا شورت بذارم. خب الان شما خودتون میپرسین هدفت از گرفتن این ویدیو چیه؟ خب چرا این ویدیو رو میگیری؟ خب من میخوام توضیح بدم که چرا میخوام یه چنل جدید بزنم و اصلا از کجا شروع شد داستان. خیلی خوب، من مثل روزای عادی مثل خودتون نشستم تو خونه و حس کردم کامیونیتی ماینکرافت بدروک ایران خیلی ضعیفه. یعنی اصلا ما یوتیوبر قدرتمندی تو بدروک نداریم. سوء تفاهم نشه، داریم. منظورم یوتیوبر جاوا هستن که اهمیت میدن به بدروک و مثل خود زوربیا، رسولکرافت، خیلی های دیگه اهمیت میدن. اما یوتیوبر اصل بدروک نداریم. بدروک ویدیو بسازن. خب خودتون منظور منو متوجه بشین. خب من رفتم گشتم، گفتم شد باشه، واقعا هم بود. یارو بدروک میذاشت، یوتیوبر بدروک بود، ویدیوش خیلی با کیفیت بود. اما من میدیدم در کنارش مثلا کرش آف کلنس میذاره، یا یارو داره نمیدونم آموزش مثلا لاستافاس موبایل رو میده. خب این لاستافاس موبایل نیست، ولی یارو مثلا کلیک بیت کرده. این اصلا منو خورد میکرد که چرا یوتیوبر ماینکرافت بدروک توی کامیونیتی نداریم. تو کامیونیتی ایران این بود که منو فشاری میکرد. پس منم میدون رو باز دیدم، گفتم وای این جاده که صافه، هیچ کس این جاده رو نمیره. خب بذار من برم، میدونم تهش خوشبختیه. پس من این جاده رو در پیش میگیرم. من دلم برای جامعه بدروک پلیرهای ایران میسوزه، چون کسی نیست که بهشون بها بده و هواشون داشته باشه و حمایتشون کنه. پس ازت میخوام بدروک پلیر ایرانی منو حمایت کنی لطفاً. ازت فقط همینو میخوام، تو کامیونیتی ماینکرافت بدروک ایران رو سربلند کنی، من و خودت با هم. پس اگه علاقه داری کامیونیتی ماینکرافت بدروک رو سربلند کنیم، این ویدیو رو لایک کن، چنلم رو ساب کن، گمش نکنی، زنگوله رو بزن و اگر خواستی یه کامنت هم بزن. ویدیو رو همینجا تمام میکنم چون نمیخوام بالای 5 دقیقه بشه. خدا